أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله. به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسان باد که به ایشان یاری رسانیدند. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و شهادت می دهم که محمد رسول اوست. امروز ما کلام نوی بی پایان اجتنبوا را که معنایش کناره‌جویی کنید می باشد بررسی می کنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، هر آینه خمر، قمار، بت‌ها و تیرهای فالبینی نجس هستند که از اعمال شیطان است. از آن کناره‌جویی کنید شاید که رستگار شوید. الله در قرآن باز می فرماید: بت‌های نجس را و سخن دروغ را کناره‌جویی کنید. ابو هریره الله از او راضی باد حدیث را روایت کنان می گوید: من شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: از چیزهایی که من برایتان منع کردم کناره‌جویی کنید و چیزهایی را که من به شما فرمودم به قدر توانیتان اجرا نمایید. پیشینیان شما را سوالهای بسیار و مخالفت به پیغمبرانشان هلاک نمود. فاجتنبوا قال المفسرون في معناها لا تقربوا. مفسرها میگویند که معنای کلمه اجتنبوا نزدیک نشوید می باشد، یعنی به نجس نزدیک نشوید، به زنا نزدیک نشوید، به مال یتیم نزدیک نشوید. به چیزهای برایتان ممنوع نزدیک نشوید. این بازداشت چنانه که به شخصها دخل دارد، به جامعه و دولت نیز دخل دارد. در هر دور و زمان چیزهای ممنوع و بت‌های بودند که نزدیک شدن به آنها برای مسلمانان ممکن نبود. در گذشته وقتی که آدمان به واسطه بت‌ها را عبادت می‌کردند، الله سبحانه و تعالی به مسلمانان این کار را حرام گردانیده گفت: بت‌های نجس را کناره‌جویی کنید. وقتی که سخن دروغ پهن گشت، الله گفت: سخن دروغ را کناره‌جویی کنید. وقتی که زنا پهن گشت، شیطان آن را به چشم انسان زینت می‌داد، الله سبحانه و تعالی گفت: و به فحش‌ها چه آشکارا و چه پنهانی نزدیک نشوید، به زنا نزدیک نشوید. اگر عاید مال گپ زنیم، الله به ما نزدیک شوی به مال یتیم را ممنوع ساخت، چون یتیم انسان ضعیف بوده به حمایه محتاج است. الله در قرآن فرموده است: به مال یتیم نزدیک نشوید مگر در حالی که برایش نیکی باشد. همین طور بازداشت به هر یک چیزی ممنوع دخل دارد. وقتی که الله سبحانه و تعالی اجتنبوا میگوید، این معنای آن را میدهد که بازداشت درجه خیلی بلند را دارد، زیرا این کلمه معنای به چیزی ممنوع حتی نزدیکی نکنید را افاده میکند. در زمان معاصر نمودی نوی بت‌ها پیدا شده است و آن هم باشد دموکراتیا و دولت‌های دنیوی می باشد. وقتی که بعضی مسلمانان با زیبایی‌هایی که شیطان توسطشان این بت‌ها را زینت داده بود فریب خورده به این بت‌ها نزدیک شدند، با خیال آنکه آنان به آنها یاری می‌رسانند به سوزش گرفتار شده هلاک گردیدند. وقتی که این مسلمانان فریب خورده به خیانت دچار گشته به حال خود واگذاشته شدند، دیدند که طرفداران دموکراتیا ناگهان خلاف دموکراتیا قدم گذاشتند، چنانه که در گذشته طرفداران بت‌ها در حال گرسنگی بت‌های خود را می‌خوردند. یگان بت همه وقت استوار بوده نمی‌تواند، یگان بت صاحب اعتبار و عزت نیست. مسلمانان از چیزهای ممنوع باید پرره دور شوند، خصوصا از حرام‌های بی‌نهایت خطرناک که می‌توانند نه فقط انسان را بلکه جامعه و دولت را نیز به هلاکت رسانند. ما باید از تمام شعارهای سیاسی که کافران به آن صدا بلند میکنند کناره‌جویی کنیم. به جای آن ما باید پیروی به شعارهای سیاسی را که اسلام آورده است به ذمه گیریم.
ислом ба он фаро мехонад ки хилофат ҳамчун низоми сиёсии ҳокимият барпо карда шавад. аз ин рӯ мо бояд ин истилоҳро қабул намоем. дар муқобили мо давлатҳои дунявӣ қарор доранд ки ҳеҷ рабте ба хилофат надоранд. дар муқобили мо демократия қарор дорад ки ҳеҷ рабте ба хилофат надорад. пас мо бояд ҳам аз демократия ва ҳам аз дунявият даст кашида аз онҳо канораҷӯӣ кунем ва чуноне ки аз шахси махав мегурезем аз онҳо ҳам чунон гурезем. вақте ки аллоҳ дар мо чизи дӯстдоштаашро бубинад қадамҳоямонро дар ин роҳ устувор гардонад. ба аллоҳ барои худ ва шумо истиғфор мегӯям. ассалому алайкум. والسلام عليكم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.